صفای روزگار پاکمان مادر، نوای صبح نصرتناکمان مادر، بقای این سما این خاکمان مادر، هوای کشوری بیباکمان مادر. سری تعظیم نزد مادران آریم، تنی روشن ضمیر ما از آن داریم، سلام و احترامی بیکران داریم، صفای روزگار پاکمان مادر. درود بینندگان عزیز و ارجمند، سلام و احترام بیکران به مادران غمبر و غمگسار. با افتخار زیاد باز هم نشر دومی برنامه عرض مهر را در سال 2025 بخشیده به بزرگی مادران تقدیم شما می نماییم و چون همیشگی فرزندان از راه‌های دور و نزدیک به خاطر تهنیت گفتند و به خاطر محبتنامه خود را ابراز نمودند به استودیوی تلویزیون تاجیکستان آمدند که یکایک شما را خوش آمدید میگیم و البته اشتراکچی اول را به صحنه میخوانیم. مرحبا. من عزیز و هدایت، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. نمیخواهم برویش گرد باشد، دلش در زندگانی سرد باشد. تولد دارم از خالق یکتا، وجود مادرم به درد باشد. من از هستی او شکرانه دارم، به مویهای سفیدش شانه دارم. به هر جای روم با امر تقدیر، بگویم ثروت در خانه دارم. تشکر میگیم و واقعا بینندگان عزیز، مادران ثروت گرانبهای خاندان هر یک ما و شما هستند و بازم به خاطر مادران مهربان آمدن به برنامه عرض مهر دیگر اشتراکچیان مرحمت اشتراکچی نوادی را دعوت میکنیم. من جمعه‌زاده فاطمه، خواننده صنف 10 مکتب 9 ناحیه شاه منصور میباشم. مادر چو آفتاب درخشان یگانه، شعر دولت سفر. مادر چو آفتاب درخشان یگانه، ای نور بخش زندگیم زیب خانه. از الله ها و جنبش گهواره ام هنوز، با هر بهانه یاد کنم به بهانه. در لابلای مهر من ای قبله امید، محراب سرنوشت به هر یک ترانه. به وصف شعرهای همه شاعران دور، تا هست آسمان و زمین جاویدانه. دست قلم به دامن مهرت نمی رسد، ای شعر ناب مرحمت شاعرانه. جمع فرشتگان هم اگر پیروان توست، اما تو لطف خالق و از او نشانه. تشکر میگم فاطمه بانو، سربلند باشید. بینندگان عزیز، واقعا مادران مهربان به تمام داستان و غزل و رباعی و دوبیتی شاعران امروز و فردا و پس فردا ارزنده هستند و استاد لایق بیهوده نمیگویند که گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم اوست زین روز، صد داستان برآید از یک هجای مادر. مرحمت. من بهرالدین و سلامت، خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 شهرک زرافشان ناحیه عینی ولایت سوق میباشم. من کنون میخواهم مهرنامه دل خویش را به کل مادران عالی قدر و خوش‌زبان تاجیک اظهار نمایم. با دعایت مادرا سرسبز دنیا میشوم، در نبرد زندگانی دست بالا میشوم. با دعای سبز تو ای مادر دریا ضمیر، چشمه باشم اگر شوریده دریا میشوم. از برایم در دل مردم اگرچه جای نیست، با دعای تو ولی محبوب دلها میشوم. مادرا گر میبرایم به دعایت بر سفر، مثل مجنون
کو به کو صحرا به صحرا می شوم. به دعایت می مورد الهام فرزندت، ولی با دعایت شاعر زور و توانا می شوم. تشکر میگم سلامت بانو و خیلی جرأت کردید که از ناحیه دوردست نواسته از فصل زمستان به استودیوی ما آمدید و شما امکان دارید بازم یک شعر دیگر برای مادران مهربان بخونید. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آورد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سهدگوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. از صدوت و زشورت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. تشکر میگم سلام بانو. بینندگان عزیز، واقعا محبت مادر انسان را وادار میکنه نواسته از چقدر راه دور بودن می آید محبت نامه دل خود را به او ابراز میکنید. سلامت باشید. خب مرحمت اشتراکچی نوبتی. من توش محمد و تهمینه خواننده صنف نهمی مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی 106 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشم. مادرم ای مادر جان پرورم، پیش پایت سر نهم ای سرورم. کودکم من در نگاهت تا هنوز، دست شوقت می گذاری بر سرم. دوست می دارم تو را تا زنده ام، با هوس‌های زیادم زاده ای. تو برایم نامی زیبا مانده ای، تو برایم زینتی خود داده ای. رهنما و رهکشای من تویی، در رهی دوری امید ای مادرم. گشته گیسوی تو سفید تا شود بختم سفید ای مادرم. می پرستم من تو را تا زنده ام، از تو می پرسم دعای زندگی. مادرم بادا نگهبانت خدا، زنده باشی از برای زندگی. زنده باشید، سلامت باشید. و ما نیز تمنا میکنیم که مادران بزرگوار همیشه زنده و سربلند و کامیاب باشند. مادران شاداب باشه در سر گهواره ها، تا سرود الله آید از بر گهواره ها. آفتاب چشم مادرهای ما پر نور باد، از فروغ جاودان اختر گهواره ها. مرحمت اشتراکچی نبودید. من اومده صلاح‌الدین خواننده صنف 11 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه می باشم. بر مرتبه و مقام مادر میرم، بر هر سخن و کلام مادر میرم. هر شام و سحر به خانه می آورد فیض، بر صبح و صفای شام مادر میرم. نامی که به من گذاشتی نامیم کرد، تا اون بود به نام مادر میرم. یک زمره اگر غلام دلبر میرن، ای کاش که من غلام مادر میرم. مقصد دارد که من رسم بر مقصود، بر مقصد و بر مرام مادر میرم. بر خلق جهان سلامتی میخواهد، بر صحبت و بر سلام مادر میرم. تشکر، سلامت باشید. یک زمره اگر غلام دلبر میرند، ای کاش که من غلام مادر میرم. مرحمت اشتراکچی نوبتی. من نوشافرین ضمیر خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 می باشم. بزرگ و خاکسار و آدمیت را پرستار است. ثنا گویم به آن مادر که زیبا کرده عالم را، فروغ معنوی بخشید و والا کرد آدم را. ثنا گویم به آن مادر که سینا بود فرزندش، به شرق و غرب به مثل و توانا بود فرزندش. ثنا گویم به آن مادر که فرزندش هلالی بود و وصافی محبت بود و شعرش گنج عالی بود. ثنا گویم به آن مادر که شاه شاعران را داد، چو فردوسی خردمند و بزرگ و جاویدان را داد. ثنا گویم به آن مادر که رستم بود فرزندش، کمال و سعدی و امام اعظم بود فرزندش. ثنا گویم به آن مادر که فرزندش نکوکار است. ثنا گویم به فرزندی که بر مادر وفادار است. تشکر. ما نیز به آن فرزندانی که به مادران وفاداری میکنند ثنا میگوییم و اینک اشتراکچی نوبتی را دعوت میکنیم. پروانه حبیب هستم، خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. مادر
қиматтарин неъмати рӯи дунё, сарчашмаи муҳаббати беканор, маҳз меҳри бепоён ва навозиши гарми модар аст, ки моро ба оламу одам ошно сохтааст. заҳмати шабонарӯзӣ ва бедорхобии ӯ танҳо ба худаш хос буда касро ба ҳайрат меорад. мо канори модар ба олами рангини кӯдакӣ ба воя мерасему дарси одаму одамгариро меомӯзем. канори модар худ биҳишти аввалини мост. модар мехоҳад тифлаш бенуқс сабзида мададгори даврони пирӣ гардад. ҳоло бошад мехоҳам як шеъре қироат намоям. агар дунё маро номуҳтарам бинад, ба гуфти ҳазрати лоиқ маро бо чашми кам бинад. чӣ ғам бошад ки ман фарди накӯ ҳастам, накӯ ҳарфу накӯ ному ва ҳам бо обрӯ ҳастам. ман аз ҷамъи шаҳони рӯи дунё беҳу болоям, агарчи бепулу молу агар беганҷи дороям. маро гарчи тамоми одаму олам бигӯяд бад, маро андар тамоми маърака созанд агарчи рад. валекин боз дасти худ ба рӯи сина кӯба ман, ки хуби 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 хуба ман. агар маҳбубаи дунёпарасти ман, ба ишқи молу мулки ин ҷаҳон афтода масти ман. бигӯяд эй гадои рӯи раҳ бар ман чӣ дар корӣ, агар вақте бароям ганҷи дунёро намеорӣ. вале ӯ бехабар бошад, ки ман дороям, даруни қалби гарму чашми хушбин ҷовидон ҷоям. ва инро нағз медонам, ки ман аз беҳтарини беҳтаринонам, фақат дар чашми ту модар, фақат дар чашми ту модар. ҳоло бошад мехоҳам бо ду мисраи суханҳоямро ба итмом расонам. ҳар касе аз мансабу унвон бигӯяд лек ман, аз ҳама волотаринат мешуморам модарам. واقعا خیلی زیبا، تشکر میگیم. واقعا بینندگان از ارجمند از روی منطقی شعری که اشتراکچی خواندن همین گونه است که مادران فرزندان خود را در همه مرتبه‌ای که باشند برایشان عزیز است. اینک اشتراکچی دیگر را دعوت میکنیم. من کیهان خالاب، خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 میخواهم با برآمدنم برای مادران گرامی قدر یک شعر قرائت کنم. ببخشاید صفای زندگانی، به گوشی دل صدایت مادری جان. منم شمع توی پروانه ای من، شوم آب و ادایت مادری جان. جهان با تو دارم به تو خورم، ببوسم خاک پایت مادری جان. در این دنیا تو را دارم به تنهایی، زی حق لطف و عنایت مادری جان. من نگاره یعقوب جان، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 ناحیه شاه منصور هستم. مادر بهترین نعمت، عزیزترین هستی، مقدسترین معجزه و ارزشمندترین ثروت است که همگان را حیات بخشیده است. از هستی پیکر بزرگش در دل کس قوت و مدار، توانایی و قرار و مهر و محبت بکنار پیدا می گردد. زن مادر، سرابانی عائله، سامانی روزگار، تربیتگر نسل بشر بوده جهان را به آزادگی و نفاست و نزاکت و لطافت خود روح و الهام تازه می بخشد. بهترین نعمت به دنیا مادر است، در سیمای مرد عاقل اختر است. دولت و دارایی و دنیای ماست، زینت دنیای مرد است، زیور است. آفرنده حیات و زندگی و بهترین و ارزشمندترین هستی همگان این زن مادر است. او ستاره درخشان است که روح فرزند را روشن نموده دعای نیکش ما را به قله‌های بلند میرساند. آبروی اهل دین
از خاک پای مادر است. هرچه دارد این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. زندگی از مادر سرچشمه میگیرد. مهری به همتای مادر به مثل خورشید عالم است که به تمام جهان سخاوتمندانه نور میپاشد. عشق پاک مادر به مثل چشمه های پرجوش است که دشت و بیابانها را گذار نموده فیض و برکت را می افزاید. ایا مادر متکای زمانی، فرشته هستی و با ما بیمانی. یگانه نعمتی هستی برایم، زی جان بیشتر تو را من دوست دارم. نورینیسا اکرامова، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 100 ناحیه شاه منصور. آنکه از دنیای قلبت میبرد غم مادر است. آنکه قلبش پاکتر از آب زمزم مادر است. آنکه همتای زمین است و وطن یا آفتاب. آنکه از مهرش درخشان گشت عالم مادر است. آنکه می سوزد به داغ و درد فرزندان خود. آنکه دلها را نماید شاد و خرم مادر است. آنکه باشد بی نظیر و حرفهایش دلپذیر. آنکه جنت کرد بهر او فراهم مادر است. آنکه صدها سال ساز خدمتش باز هم کم است. آنکه بی او نیست یک فرزند آدم مادر است. آنکه فردوسی خدایش داد و حافظ یا کمال. آنکه سعدی دارد و امام اعظم مادر است. آنکه باشد شعر روزی شاعرانی بی زوال. آنکه با مهرش جهان بگرفت آن هم مادر است. تشکر، سلامت باشید. خوش آمدید. صدای تو صدای مادر دل، نوای تو نوای مادر دل. سراپا روی عالم را بگردی، نیابی گردی پای مادر ای دل. بینندگان عزیز و ارجمند، البته چون همیشگی در برابر آن که شاعران و نویسندگان در ستایش مادر اثرها و شعرها ایجاد میکنند، سرایندگان محبوب نیز در ستایش مادران مهربان ترانه های دلپذیر را ایجاد میکنند و اینک در برنامه ما قرار دارند یکی از حافظان بسیار هم خوشنام و خوش آواز، هنرمند شایسته تاجیکستان، تاج‌الدین رحیموف، که در ستایش مادر یک ترانه زیبا را بهر ما و شما تقدیم میکنند. در دلی تو مهر عالم، همدمی تو شادی و غم. عمر خود بخشیدم مادر، بهر اصل و نسل آدم. در دلی تو مهر عالم، همدمی تو شادی و غم. عمر خود بخشیدم مادر، بهر اصل و نسل آدم. مادری جانم تو مادر، نوری چشمانم تو مادر. جاویدان باشی همیشه، وقتی خندانم تو مادر. مادری جانم تو مادر، نوری چشمانم تو مادر. جاویدان باشی همیشه، وقتی خندانم تو مادر. لفظ پاکت شهبار است، حسن رویت نوربار است. در غمی من مادری جان، قلبی پاکت بیقرار است. لفظ پاکت شهبار است، حسن رویت نوربار است. در غمی من مادری جان، قلبی پاکت بیقرار است.
چشمانم تو مادر جاویدان باشی همیشه وقتی خندانم تو مادر مادری جانم تو مادر نوری چشمانم تو مادر جاویدان باشی همیشه وقتی خندانم تو مادر بهترین ها مادرم تو بی بهایی تو حیاتم را بقایی عالمی مهر و وفایی بهترین از بهترین ها مادرم تو بی بهایی مادری جانم تو مادر چشمانم تو مادر جاویدان باشی همیشه وقتی خندانم تو مادر مادری جانم تو مادر نوری چشمانم تو مادر جاویدان باشی همیشه وقتی خندانم تو مادر نوری چشمانم تو مادر ایا مادر عطر به مثال بوی مادر نبود باغ چو بهشتی کوی مادر نبود نان به جهان به مزه تر بی تردید از کلچه گرم روی مادر نبود. بینندگان عزیز این ادامه برنامه عرض مهر است. عرض مهر مهرنامه فرزند و مادر و اینک اشتراکچی دیگر را به صحنه می‌خوانیم. من میرکزاده بیبیوسیا خواننده صنف 4B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشم. من میخواهم در وصف مادر یک شعر بگویم. با همان دستی که شبهای دراز چشم شهلا کرده و از خوابی ناز الگویان تیف را خوابانده ای تا سحر گوهارم جنبانده ای با همان دستی که شیرم داده ای سویم آغوش کلام بکشاده ای با همان دستی که شادم بارها پاک کردی اشک چشمانی مرا. این ادامه برنامه عرض مهر است بینندگان عزیز و میخواستیم یک نقل را برای شما در اینجا گفته باشیم که این نیز تربیوی است. معلم وقتی درس درباره کشتی که به فلاکت رسیده بود به خوانندگان نقل میکند. در کشتی زن و شوهر بودند. آنها به سوی کشتی نجات بخش شنا میکردند و در آن تنها یک جای بود. هنگام سفر با کشتی نجات بخش مرد زن خود را به آب تله میکند و البته خوانندگان به نقل معلم با دقت گوش میکردند و معلم سخنش را ادامه داده گفت. همین دم زن به شوهرش با صدای بلند چیزی گفت و بازم معلم به خوانندگان سوال کرد که به اندیشه شما زن به شوهرش چی گفت؟ برخی از آنها گفتند که من از تو نفرت میکنم و برخی از آنها گفتند که چشم ما کور بوده است که تو را نشناختیم. در همین هنگام یک خواننده در میز و کرسی خاموشانه می نشست و معلم به او سوال کرد که تو چی نظر داری؟ و در آن هنگام زن به شوهرش چی گفت؟ زن به شوهرش گفت که فرزندمان را احتیاط کنید. معلم گفت تو این قصه را خوانده بودی؟ گفت نه، مادر من نیز پیش از مرگش به پدرم گفته بود که فرزندمان را احتیاط کنید. در این هنگام آب در چشمان معلم حلقه زد و واقعا بینندگان عزیز باید به قدر مادران دلسوز و غمخواه برسیم، همیشه آنها را
احتیاط کنیم. مرحمت اشتراکچی نوبتی. من فیضی بسمت‌الله خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه 102. مادرم میگفت دائم وقتی خواب کن البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت میکنی سر بکن با قوه و بازوی راست. نان را دائم به دستی راست گیر، پوش اول آستین راست را. گر ببندی دستی راست ده، دست چپ نه خیر دارد نه بقا. خور بودم به خبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست؟ سیر بودم مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مرادی مادرم زی نصیحتاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحتها به من راستی را تربیت بنموده است. من رحمانزاده عبدالرحمن خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 می باشم. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خویش لیک میلی جدا شدن زی منو از پدر نداشت. در کودکی بر مادر خود خواستم برم یک هدیه لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی و آن زمان جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم روی لبش بغیر وداع پسر نداشت. مادر فرشته بود پری خود کشاده رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود دقیقا فرشته بود، حتی به دوست بال و پره هم اگر نداشت. سلامت باشید. تشکر میگیم. من سیدلوی مدینه. بیغمی مادران را من تمنا میکنم، چون که با مادر همیشه قدر پیدا میکنم. مادرم شگهور نایاب در جان جهان، تا که هستم مهر پاکش را به دل جا میکنم. گر ندانم قدر او را نیستم فرزند خود، قدر مادر را بدانم شکر دنیا میکنم. لحظه ای که دور باشم از کنارش در غمم، باز بینم روی مادر ترک غمها میکنم. من حسین و شکرانه خواننده صنف 11 مکتب 102 می باشم. ای مادری که هستی پشت و پناه فرزند، بر دوش خود بگیری جرم و گناه فرزند. از بس که مهربانی در این جهان فانی، هرگز نخواهی دیدن روزی سیاه فرزند. به آن موی سفیدی تو بمیرم، دعایم ده دعایت را بگیرم. خدا گویم نمیری در غریبی، که من بالای دستان تو میرم. من دولتزاده ستاره خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 102 ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه می باشم. مادر آزاری مکن دستی دعایش را بگیر، نکته های بی‌نظیر و بی‌بهایش را بگیر. چون دل مادر بود مانند صدبرگ سفید، خستگی های دل درد آشنایش را بگیر. خاکی پایش را نمیابی چون مادر بگذرد، طوطیان بر دیدگانت خاکی پایش را بگیر. هستی مادر بود در زندگانی یاورد، آفتابی عالمی نور و ضیایش را بگیر. تا نبیند مادرت آزار از دیو و ددان، پهلوان شو مرد شو راهی بلایش را بگیر. سخت جان و مهربان و قهرمان مادر بود، با صداقت باش دامانی صفایش را بگیر. من ابراهیم حکمت‌الله خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 102 ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه. با دعایت مادر را سرسبز دنیا می شوم، در نبرد زندگانی دست بالا می شوم. با دعای سبز تو ای مادری دریا ضمیر، چشمه باشم مگر شوریده دریا می شوم. از برایم در دل مردم مگر چی جای نیست، با دعای تو ولی محبوب دلها می شوم. مادر اگر می برایم به دعایت بر سفر، مثل مجنون کو به کو صحرا به صحرا می شوم. به دعایت می میرد الهام فرزندت، ولی با دعایت شاعر زور و توانا می شوم. مرحمت اشتراکچی نوبتی را دعوت میکنیم. موسی عزیزی هستم، غالب آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. در نومیناسی نظم دکتراند سال دوم دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفارов. با امید دیدارت صبح می دمد مادر، چون رخی پرانوارت صبح می دمد مادر. می برد شبی تارت، درد قلب افگارت از کنار دیوارت صبح می دمد مادر. منشه‌ای در این دنیا همچون معجزی موسی، چون غزل به گفتارت صبح می دمد مادر. اگر 7 آسمان آرم برایت، نمی ارزد همه بر خاک پایت.
خود یک تحفه نایاب از یا مادر که میداند بهایت در مورد شخصیت مادران چقدر سخنها گوییم هم کم است، زیرا محض مادر بود که بزرگان ملت امروز روی عرصه جهانیان اعتراف گردیدند و مادران بودند که شخصیت های عالم شمول تاجیک را به جهانیان پیشنهاد کردند. سلامت باشید. خب موسی، شما به خاطر برنامه عرض مهر، به خاطر محبت نامه دل خود را به مادر رساندن از خوجند باستان آمدید. این هم قهرمانی است برای یک فرزند و شاید این پیش یک شبه رنج مادر هیچ باشد، اما من میخوام که این قدر که راه دور را طی کرده آمدید یک غزل یا از خودتان یا از دیگر شاعران برای مادران باز هم قرائت نمایید. یک غزل خودم وقتی که از سمت خوجند به دیه می رفتم و من همین غزل را نوشته بودم که و من حالا برای شنوندگان و بینندگان برنامه عرض مهر میخوام قرائت کنم. برای دیدن مادر به دیه آمدم، پر از محبت و باور به دیه آمدم. پدر تو پیش ری وقت استراحت توست، برای کارت یاور به دیه آمدم. دلم گرفت ز سودای شهر تنهایی، به شوق صحبت دادر به دیه آمدم. زمان رفتنم از دیه خورد بود، اکنون شبی عروسی خواهر به دیه آمدم. من از تبار پرستوی آب باریکم، به شهر رفته و از سر به دیه آمدم. به کودکی پر از آرزوی بیت و غزل، خرید خامه و دفتر به دیه آمدم. برای دیدن مادر به دیه آمدم، پر از محبت و باور به دیه آمدم. سلامت باشید. خوش آمدید. مادر بخوان صدای تو را بوسه میزنم، دستان با صفای تو را بوسه میزنم. مادر اگر دوباره بیایی سراغ من، یک عمر خاک پای تو را بوسه میزنم. قربان آن خمیدگی شانت شوم، هستی من عصای تو را بوسه میزنم. بینندگان عزیز، اینک نشر دوم برنامه عرض مهر به پایان میرسد و از همه اشتراکچیانی که اینجا در برنامه عرض مهر اشتراک کردن سپاسگزاریم و شما نیز اگر تمنای در این برنامه اشتراک کردن دارید، پس به رقم هایی که در اکران های شما نمودار است زنگ بزنید و محبت نامه دل خود را در برنامه عرض مهر برای مادران مهربان خود ابراز نمایید. سپیده قلب پاک مادران است، ز مادر روزگار ما جوان است. خزان دارد تمام چیز، لیکن درخت مهر مادر بی خزان است. این پایان نشر نوبتی برنامه عرض مهر است. تا برنامه دیگر سرافراز و کامیاب و موفق باشید. خیر. با ما طریق این رقم ها در تماس باشید. برنامه عرض مهر تا عرفه جشن نوروز ادامه می‌یابد. این همه روزی که عمری ماست، روزی مادر است. آتش نوروز هم یک شعله سوز مادر است.